بابی 16. خود را شناسید، همیشه به خود مانند باشید و فراموش نکنید در عالم چون شما دیگر آدمی وجود ندارد. از خانم ادیت اولرید مکتوب گرفتم. وقتی کودکی از حد زیاد شرمگین بودم و در رو به هیجان می آمدم می نوشت او. خود دخترچه فربهکی بودم و در نظرم رخساره هایم از مقرری سرگوشت می نمودند. مادرم تصوراتی داشت که لباس نباید آنقدر زیبا باشد. او گشته و برگشته تأکید می کرد که لباسی وسیع خوب است، تنگ باشد در رو می درد و مرا از روی همین عقیده می پوشاند. هیچ وقت به مهمانی نمی رفتم، یگان مشغولیت و دلخوشی هم نداشتم. وقتی به مکتب رفتم در یگان مشغولیتی ورزشی اشتراک نمی کردم. حتی از همسنفان و معلمان خود هم شرم می داشتم. به نظرم می نمود که از دیگران فرق می کنم، تماما بینور و خنک رویم. به وایه رسیده به آدمی به شوهر برآمدم که از خودم کلانسال بود، ولی این هم به حیاتم یگان تغییرات وارد نساخت. خویش و تبار شوهرم آدمانی آرامی به خود باوری داشته بودند. آنها تمام صفتهایی را که من تنقیسی میکشیدم دارا بودند. با تمام دل و جان کوشش میکردم که با آنها مانند شوم، ولی از دستم نمی آمد. تمام سعی و کوشش آنها نیز در بابت خوشچقچق و الفتی نمودن من بر هدف نمی رسیدند. هر قدر آنها در این بابت کوشش میکردند، من بیشتر به خود فرو میرفتم و عصبانی و گیزله میشدم. از تمام شناس و دوستانم میگریختم. رفته رفته تا درجه حالم تباه شد که حتی صدای زنگ در مرا به دهشت می آورد. خود را آدمی تماما بی‌طالع حساب می کردم و خیلی می ترسیدم که این را شوهرم حس نکند. از این سبب هم وقتی ما به یگان معرکه می رفتیم کوشش می کردم که خود را شاد و خرسند وانمود سازم، ولی بعد این چند روز دیگر خود را محزون و بدبخت حس می نمودم. عاقبت به چنین حالتی بدی رسیدم که دیگر زندگی برایم تماما معنا و مضمونش را گم کرد. اکنون درباره خودکشی فکر می کردم. خوش چی چیز تغییر داد حیات این زنی بدبخت را؟ یک تأکید تصادفی ادامه می داد خانم اولرید در مکتوبش. تمام حیاتی مرا دگرگون کرد. باری خوشدامنم درباره تربیت فرزندانش حکایه کرده تأکید نمود که از آنها طلب می کنم که چیزی شود و نشود باید آنها خود را شناسند و به خود مانند بودند. این تأکید ما را مجبور کرد که اندیشم را درباره حیات تماما تغییر دهم. ناگهان به سرم زد که تمام بدبختیم از آن عبارت است که دائما نقشی را بازی می کنم که به من تماما موافق نیست. بعد این در رفتارم را دیگر کردم. اکنون به خودم مانند می شدم. کوشش می کردم شخصیت خود را آموزم و انیق کنم که من خودم کیستم. افضلیت‌های خود را به حساب می گرفتم. به سر و پایم لباس‌های درست، رنگ و طرزهای موافق انتخاب می کردم. دوستانی نو یافتم. به جامعه وارد گشتم. در کلوب و واخوری‌ها اشتراک می کردم و هنگام بار اول سفارشم دادند که معروضه تیار کنم از ترس شخ شدم، ولی تا رفت دلیرتر می شدم. برای همین این وقتی زیادی لازم آمد، اما حاضر من بیشتر از آن خوشبخت و آسوده‌ام که یک وقتا آرزو می کردم کودکان خود را هم در آن روحیه تربیه می کردم که زمینی که ضمن تجربه تلخی حیات به خودم دست داد. چیزی شود و نشود به خود مانند باشند. این مشکلی به خود مانند بودن چون این عالم پیر و کهنه است، میگوید دکتر جیمز گاردون جیلکی، و همان قدر مرکب و مثل حیات انسان. نخواستنی به خود مانند بودن سبب نهایی عصبانیت، گیزلگی ها و دیگر کمبودی های روحی می گردد. انجلو پاتری آیدی تربیت کودکان 13 کتاب و هزارها مقاله نوشته است. او میگوید بدبختترین آدم آن است که برخلاف حالت جسمانی و روحیش کیمکی یا کیمچی شدن میخواهد. جهد و کوششی به کیمکی مانند بودن بیش از همه در هالیوود پهن شده است. سم وود یکی از رژیسورهای مشهور بود در هالیوود
و او حکایه می کند که مشکلاتی از همه وزنی تربیت اکتورهای جوان و مغرور همین است که آنها را باید مجبور کرد تا به خود مانند باشند. همین آنها می خواهند که شبیه لانا ترنر یا کلر گیبل شوند. به تماشابین شخصیتی فروزان این اکتورها الکی معلوم است، می گفت سم وود. تماشابین باشد کیم چیزی دیگر می خواهد. تا تهیه فیلم های امثال الوداع جناب جینز، زنگوله ها که را صدا می کنند، سیم وود سالهای دراز در ساحه سودای غیر نقدی کار می کرد. وظیفه‌اش تیار کردن خادمان بود. او اظهار داشت است که عالم ثروت و عالم صنعت پرینسیپ های به یکدیگر مانند دارند. شما به یگان چیز نائل نمی گردید اگر دائما چون میمون تقلیدگار باشید. من از تجربه هم می دانم، می گوید او، از همه مهمش از آدمانی که خود را طور وانمود می کنند که تماما مانند نیستند تیزتر خلاص خوردن لازم است. چند قبل من از پول باینات، سردار شعبه کادرهای کمپانی نفتی ساکون واکوم اویل، پرسیدم که خطای از همه بزرگ اشخاصی که با او برای جای کار مراجعت می کنند از چه عبارت است. او این مسئله را خوب می داند. با زیاده از 60,000 آدمانی که کار میکافتند صحبت کرده، اینچنین کتابی 6 تدبیری یافتن کار را نوشته است. پول باینات چنین جواب داد: خطای از همه کلان کارجویان از آن عبارت است که اکثریت آنها میخواهند خود را طور وانمود سازند که در اصل آن خل نیستند. بجای آن که خود را آزاد نگاه دارند و گشاد و روشن سخن گویند، چنین جواب‌های می‌دهند که به فکر آنها باید معقول شود. این به کار نمی رود، چون که فریبگران چون پلهای قلبکی به کسی لازم نیستند. انا تاریخ یک زن که با تجربه تلخ حیات به این باور کرده است. او دختری کاندوکتوری تراموای بود و کوشش داشت سراینده شود، اما چهرش به او نابرابری می آورد. دهانش از حد کلان بود و دندانهایی به پیش برجسته داشت. بار یکم وقتی در کلوبی شبانه نیوجرسی برآمد می کرد، لبی بالایش را هر قدر می توانست پایان می آورد تا دندانهایش را پوشاند. کوشش می کرد که خود را با شکوه نگاه دارد، ولی برعکس خیلی خنده آور می نمود. دبدبه او می توانست با همین انجام یابد، اما در بین میزاجان کلوبی شبانه مردی بود که سرودخوانی دختر را شنیده فهمید که او استعداد دارد. گوش بکن، کشاد و روشن گفت او به نزد دختر رفته. من هنرنماییت را تماشا کردم و می دانم چرا پنهان می داری. تو از دندانهایت شرم می کنی. دختر صبح سر شد، ولی آن مرد افسوخت. خیر چی؟ مگر دندانهای بیزیب داشتن گناه است؟ آنها را پنهان ندار. دهانت را کشا. تماشابین وقتی می بیند که شرم نمی داری تو را دوست می دارد. بغیر از این هم حتی ممکن است این دندانها به تو موفقیت و بایگری بیارن. کیس دیلی به نصیحت او گوش داده بیزیبی دندانهایش را فراموش کرد. از همان وقت سر کرده او فقط درباره تماشابین فکر می کرد. دهانش را کلان کشاده با آن قدر حرارت و حسیات می سرود که عاقبت به یکی از ستاره های درخشان کینا و رادیو تبدیل یافت. دیگر صنعتکاران اکنون کوشش می کنند که به او مانند شوند. ویلیام جیمز مشهور وقتی می گفت که آدمانی میانه فقط 10% مهارت مادرزادیشان را استفاده می برند. اشخاصی را در نظر داشت که هنوز خود را نیافتند. ما همه وقت نصف امکانات‌هایمان را استفاده می بریم، نوشته است او. ما فقط مقداری خیلی کمی امکانات‌های فیزیکی و عقلیمان را استفاده می بریم. عموماً گوییم آدمیزاد امکانات‌های خیلی گوناگون دارد، ولی قسم زیادی آنها ضایع می شوند. شما و من تمام این امکانات‌ها را داریم. از آن سبب هم باید یگان ثانیه به تشویش نآییم که به دیگران مانند نیستیم. هر کدام ما یک نویگریم در این عالمی پیر و کهن. از اول دنیا یگان آدم عیناً مثل ما نبود و نسخه همان در آینده هم پیدا نخواهد شد. از روی معلومات‌های علمی ژنتیکی ما در نتیجه علاقمندی 24 حجره مادری و 24 حجره پدری به وجود می آییم. در این 48 حجره همه آن جزئیاتی که آینده ما را معین می کند نهان است. هر یک حجره می نویسد امرن شینفیلد
از 20 تا 100 گین دارد. در بعضی حالتها یک گین می تواند تمام حیات انسان را تغییر دهد. حقیقتا خیلی دهشتناک و حیرت آور به وجود می آییم ما. حتی وقتی پدر و مادرمان به هم شناسا و زن و شوهر می شوند، از 300,000 میلیارد یک امکانیت وجود دارد که ما عیناً در شکلی که هستیم به وجود بیاییم. به طور دیگر گوییم اگر ما 300 میلیارد برادران و خواهران باشیم هم می توانیم به یکدیگر مانند نباشیم. شما گمان میکنید که این گپ تخمینی است؟ هیچگاه. این فکت علمی است. اگر در این باره معلومات علاوه‌ای گرفتن خواهید، کتاب شما و اولادتان را خوانید. مؤلفش امرن شینفیلد. اساس دارم شما را تاکید کنم که حتماً به خود مانند باشید، وگرنه زندگی برایتان خیلی گران می افتد. این را من از تجربه تلخم می دانم. دقت دهید حکایه کنم. وقتی من از بین جواری مکه‌زاری میسوری بار اول به نیویورک آمدم، به اکادمی صنعت تئاتری داخل شدم. میخواستم اکتیار شوم. به سرم اندیشه آمد که آن وقت خیلی عادی و باوری بخش نمود و حیران بودم که چرا دیگران ساده لوحان این خیل نمی کنند. اندیشه آن بود که سرگذشت اکتیاران مشهور آن وقته جان دریو، ویلتر خمیدن و آتیس اسکینر را آموخته مثل آنها به موفقیت نائل می گردم. می خواستم بهترین خصوصیت آنها را در الهیدگی آموخته گلچین نموده از خود کنم و با این امکانیت یابم اکتیاری مشهور شوم. چه فکری ابلهانه، چقدر سالهای عمرم بیهوده رفتند تا وقت به کله به عقلی میسوریگی هم زد که تا دم خود را نیابم چیزی حاصل نخواهد شد. این هم سبق نگشت. چند سال دیرتر خواستم در بابت صنعت نطق کتاب بهترین دنیا را نویسم، ولی هنگام نوشتن این کتاب هم از روی آن نقشه عمل نمودم که اکتیار شدن نمیخواستم. نیت داشتم که اندیشه نویسندگان مشهور را در این بابت در یک کتاب جمع آورم، کتابی که همه چیز را داشته باشد. و 10 کتابی درباره صنعت نطق نوشته را جمع آورده 1 سال دراز را صرف کردم تا همش را در دست نویسم گلچین کنم. عاقبت فهمیدم که باز ابلهی نمودم. اثرم چنان سست، بی‌معنی و دلگیری کننده برآمد که باور دارم کسی را حتی خواهش ورق زدنی آن پیدا نمی شد. لازم آمد که از بحر مهنت 1 سالم گذشته همش را از نو سر کنم. این دفعه قطعی قرار دادم تو با همه نارسایی و سستی هایت باید دل کرنگی باشی و بس. این انیق است که نمی توانی دیگر کس باشی و از بحر افضلیت های دیگران را در خود گلچین کردن گذشته دست و آستین برزده به کاری سر نمودم که باید از اول مشغول می شدم. درباره صنعت نطق کتاب نوشتم که از اندیشه و مشاهده های شخصی خودم چون ناطق و چون معلم کورس‌های آموزشی صنعت ناطقی عبارت بود. من سبق جناب ولتر ریلی را باور دارم ابدی از خود نمودم. من آن جناب ریلی را که پلش خود را روی کوپروک افلاس پرتافته بود تا شاه دختر از بالایش گذرد در نظر ندارم. گپ درباره آن جناب ریلی می رود که پروفسور ادبیات انگلیسی آکسفورد بود. من شاید در سطح شکسپیر کتاب نوشتن نتوانم میگوید او، ولی میتوانم کتاب خود را نویسم. به خود مانند باشد. به نصیحت خردمندانه ایروین برلین که به جورج گرشوین داده بود دقت دهید. وقتی آنها بار نخست واخوردند، برلین الکی معروف بود و گرشوین چون بستکار نو راه خود را در حیات معین میکرد و موسیقی های سبک ایجاد کرده هفته $30 درآمد داشت. به برلین استعدادی عالی جنابی گرشوین معقول افتاد و تکلیف نمود که کاتب موسیقی او شود. کاری که معاشش 3 مراتب زیاد بود، ولی راضی نشود. باز مصلحت داد او به این کار مشغول شود. ممکن برلینی نوعی دوم شود، ولی اگر خود را شناسید جهد کنید ممکن است گرشوین نوعی یکم گردید. گرشوین به نصیحت گوش کرده عاقبت یکی از بسته‌کاران مشهور امریکا شد. چارلی چپلین، ویل راجرز، مری مارگریت، جین آتری و هزارها دیگر هم خردمندان معروف دنیا را لازم آمد سبقی را که من در این باب تصویر می کنم از خود نمایند
مثل من به آنها نیز این خیلی قیمت افتاد. وقتی چارلی چپلین به کینا آمد، در ابتدا تهیه‌گران او را مجبور می‌کردند که به مسخره‌بازان مشهوری همان وقتی نیمیز تقلید کند، ولی او یگان موفقیت به دست نآورد تا خصوصیت خاص خود را دریافت نکرد. باب خوب نیز همین را از سر گذراند. در طول چندین سال او اجراچی رقص و سرود بود و یگان موفقیت به دست نآورد. وقتی مشهور شد که ژانر خود را نقل حکایه‌های هجوی را یافت. راجر سالهای دراز خادم آمار بود و خب و خاموش می نشست. وقتی مهارت حکایه‌های هجوی خواندن داشتنش را فهمید، مشهور گشت. میری مارگریت، مک برایت و جیم آتری نیز تا خود را نیافتند معروف و مشهور نگشتند. همین طریق طوری گفتم شما در این عالم چیزی تماما نو و یگانه اید و از این ممنون باشید. از آن چه که طبیعت به شما داده است پرثمر استفاده برید. هر کدام شما می توانید فقط با آواز خود سرایید. فقط می توانید با دستان خود رسم کشید. باید همان خیل باشد که محیط و خصوصیت اجدادیتان آفریده است. هر چیز شود نشود، باید شما باغ خردکک خود را به وجود بیارید. هر چیزی شود نشود، باید شما در انسمبل حیات اسباب خردکک خود را نوازید. امرسون در اسه خود باوری به خود نوشته است: در حیات روحانی هر شخص حالتهایی می شود که عاقبت او به عقیده می آید که حسد از جهالت به وجود می آید. تقلید کنی خودکشی است. آدم این را می خواهد نمی خواهد، باید به تقدیر تن دهد و هرچند او را کائنات فیض و سخاوت بخشیده است، تا آن پاره زمینی را که دارد کشت و کار نکند نان خوردنی نمی یابد. نیرویی که انسان در طینت خود دارد حتی در طبیعت موجود نیست و تنها خودی او بعد از سنجش‌های حیات گذشتن می فهمد که به چه قادر است. خواهد که به حیات طور مناسبت نماید که آرام و بی تشویش باشد. قاعده پنجم را رعایت نماید. به دیگران تقلید نکنید. خود را یابید و به خود مانند باشید.